سلام علیکم عزیزای دل و بینندگان عزیز و سابسکرایبر های مهربان. امروز چالش سعی کن کتک نخوری با بچه‌ها رو داریم و آیتم های بسیار جذاب آیتم های بسیار جذاب داریم که حالا بچه‌ها بعد 5 ماه، 1 سال و 8 ماه تمرین در ورزش کراسفیت میخوایم آمادگیشون رو بسنجیم و ببینیم که در این آیتم ها چیکار کنن و اگه خرابکاری اتفاق بیفته با یک چیز قشنگی بریم که داشته باشیم. خب در حال گرم کردن هستن بچه‌ها. نفر 4م هم آمد، نفر 5م هم تو راه. آقا بدو که امشب شب کتک خوردنه. داش محمد نگاه کن. ماشاءالله. حالا یکم گندم تازه آمده. خدا محمد خود چوب در انتظارته. امشب ببینم چیکار کنم. اوکی ویدیو هم پیدا کردم. چالش اول از این قراره که 20 تکرار اسکات 30 کیلو. اسکات 30 کیلو، آلتر 20 کیلو، 5 کیلو هم روش. یعنی هر طرف 5 کیلو مجموع 10. در سریع‌ترین حالت ممکن بزنیم و هر کدوم از اینا ضعیف‌تر عمل کنه با چالش چوب مواجه میشه. بریم ببینیم که قراره توف به دنیا کدوم یکی از اینا تجربه باشیم. آماده اید؟ 1 2 3 بزنید. ایران کارت بیارید منو روش بذار. خب قسمت دوم چالش برفی قرار بزنن و همدیگه رو دنبال کنن. بریم 1 2 3 سینت باید زمین بخوره. 3 2 1 خیلی درد داشت. یعنی من قربون خودم برم. آره این بازیکن دوم خیلی خوشحال برو قیافش بگیر. برو از قیافش بگیر. برو قشنگ زوم کن. چی میخوام؟ چی میخوام اصلا اینا؟ بریم که داشته باشیم با سازی گل نظرتونه؟ بریم که بازیکن قرار چیکار کنم. بریم 3 2 1 let's go. سینت باید اصلا سینازه حرکت نگیره. البته اینم بگم پوریا 1 سال در تمرین چرا من با خاطر ناامیدی جنابی باختم؟ خب اشکال راست میگه. داده 3 تا زدی. گناه. آماده؟ نه برو. پوریا سینه‌ت میخوره. مثلا کراسفیت کاری مردی که
برای همین اول دوباره تو با 5 تا 3 2 1 let's go. اجازه نمیده. بس اینا رسیدی خیلی اصلا پایین نگاه داشت آقا. ترای دوم و بریم ترای سوم. یه کار میکنم این بری میزنم. خواهش میکنم یه دور بچرخ. یه دور بچرخ. آماده 3 2 1 let's go. برو با نامردی هم بازم با نامردی چیه؟ بازم بودم بایستم اینی رفتم بول بازم نمیتونه ساجد برنده بشه. بیا اینجا بیا پسر نه نگرش داشتم ارگام پرام همه هرچی ریختنیه ریخت. بریم که قسمت سومش داشته باشیم بین بازنده ها و ببینیم که آقا محمد با ساجد قراره چی کار کنن. بازی خیلی جذابه بین این دوتا. 2 3 let's go. محمد قرار نیست که این بازی رو باخت بده. حساب نیست عدور زدی نه مثل این قرار یه دارم محمد حساب کنی میدونی چرا چون محمد پوش ساجد قراره محمد مثل اینکه این سری بتر کنه تو پشتش برسید تو اینجا بودی محمد اینجا بود زدی سرشو من نفهم بینجا تو مثلا رسیدی این داره خم شما اینجوری باید بزنی 3 برو ببینم نه دیگه بابا خورد دیگه باز شروع شد این الان اینجایه تو از اینجا داری دست دراز میکنی امران گوش کن میزنه امران بلند اولی رو بلند شد تو باید از اینجا بزنی این الان رسیده این بر این قسمت رو رد کرد درسته؟ اینجا رد کرده من بودم میرسیدم پشت ساده میتونستم بکشم پای یه دستم دارن چون خسته شدن قرار نیست 3 ترای انجام بدن یه ترای انجام ای بابا هر کی بود 2 1 نگاه همین درس میبینیم باید برسیم عالی قسمت آخر بین برنده ها ببینیم اینجا قراره کی بازنده بشه و کی برنده. بچه آماده این؟ آماده این؟ سینه رو بخوره زنی سینه باید سانه هم باید باید بازنده بشه دیگه نظر چی؟ 3 2 1 let's go. مرده نه دیگه این ترای اول 3 ترای بین شما بید چون برنده هست دیگه بالاخره باید بین اینا یکم فرق باشه 3 2 1 نه الان نرسیدیم برو نرسی مردی داره از جنوبه قسمت سوم این بار دیگه برنده واقعی اعلام میشه بریم 3 2 1 یه بار نگاه رسید دیگه اینجور به من نگاه از قسمت دوم چالش آخر بازی هم اینجوریه که کسی که توپو میگیره اسکات میزنه همزمان به پرت کرد طرف مقابل باید توپو بگیره و اون کسی که پرت کرده اسکات بزنه و کسی که توپ از دستش بیفته مسلما بازنده این بازیه و یک ترای هم بیشتر و نداره. بچه آماده این؟ بریم من مسابقه آخر و چالش آخر ببینیم چیکار کنیم 3 2 1 let's go. هر کی اشتباه کنه بازنده حسابی هست. متاسفانه امران باخت میده اینجا متاسفانه امران میبازه و بعد آخر کار حالا بزرگش
شاگرد خفن که دارن تلاششون رو خودشون میکنن به بهترین شکل ممکن تبدیل کنن. 3 2 1 let's go. ماشاءالله. ماشاءالله. محمد یکم داستان داره. ماشاءالله و خدای من چجوری بخواد بزنه چجوری میزنه. بعد توپ بالاخره میفته. بازی بسیار جذابه. حالا درسته خطا هم داشتم ولی چشم میشه. خب مسابقه آخره و هر کی برنده بشه البته حتی اینجا کار ساجد پوریا یه جوری تو آیتما قوی بوده. قوی عمل کرده. یکی خراب کرد. البته تا الان بردم ولی 2 1 let's go. ساجد اگه این مرحله برنده بشه جایزه میگیره و اگه پوریا برنده بشه 100% ساجد میتونه با برنده تخمین کنه. بله پوریا مثل اینکه قصد تخمین کردن ساجد رو داره. وابیلا میگن که هیچ وقت غرور ورد نداره. متاسفانه توی این بازی غرور گرفتم. کسی برنده نمیشه جز ساجد بیا اینجا. ساجد بیا اینجا. ساجد بیا اینجا. ساجد 2 تا بازی کرده بچه خسته شده. پوریا به خاطر غرورش بازنده میشه و جایزه‌ای که قراره بده. Why are you gay؟ برنده این بازی ساجده. عمران هم دوست داره با ساجد یه ترایی داشته باشه. حاضری؟ بهش شانسی بدی؟ من محمد خب دیگه قبول نمی‌کنم. عمرانو شما تو با هم مساعد دادین؟ آره. خب دیگه. البته راست میگه پوریا خود عمرانو بود، تو هم پوریا رو بود. بازی جور جوان مردانه است. حالا عمران و اینا بازی دارن همه با هم بازی کردن. چالش بعدی در اینکه از چالش‌ها راضی بودیم. نه بابا من زمانه من اسکات یه لایک هم بدید. دیروز تمرین نمیدادی به همتون میگفتم. خب بچه‌ها راضی بودین جدی؟ بریم که در قسمت‌های بعدی ویدیو بتونیم که چالش‌های جذابی رو برقرار کنیم و آخر تمرین قرار کتک بخورن. البته خدا نگهدار.